سلام دوستان، به کانال اتاق 13 خوش آمدین. امروز میخوام داستان واقعی را براتون روایت کنم که حدود 15 سال پیش در شهر رشت اتفاق افتاده. سال 1390 گروهی از 5 دوست دانشگاهی تصمیم گرفتن آخر هفته را به شهر رشت برن و از طبیعت شمال لذت ببرن. امیر، سارا، رضا، نازنین و کیان بعد از یک روز طولانی گشت و گذار در جنگل‌های اطراف شهر تصمیم گرفتند شب را در یک خانه متروکه نزدیک جاده اصلی سپری کنند. این خانه طبق شایعات محلی سالها خالی بود و صاحبش ناگهان ناپدید شده بود. مردم محلی میگفتند هر کس اونجا بره تا صبح کسی ازش خبر نداره. امیر که بیشتر از بقیه شوخ طبع بود گفت هیچ ترسی نداره، میخوایم یه شب هیجان انگیز داشته باشیم. اما سارا با نگاه نگران گفت من مطمئنم یه چیزی اینجا درست نیست. وقتی وارد خانه شدن بوی نم و رطوبت شدید به مشامشان خورد. دیوارها ترک خورده و پنجره‌ها با پارچه‌های خاک گرفته پوشیده شده بود. ناگهان کیان چیزی شبیه خط کشیده روی دیوار دید که شبیه یک نوشته قدیمی بود، اما نمیشد دقیق خوند. رضا گفت شاید مال صاحب قبلی باشد. شب شد و آنها تصمیم گرفتند دور هم بنشینند و داستان تعریف کنند. اما وقتی چراغ قوه ها را خاموش کردند، صدای ضربه های آهسته از طبقه بالا شروع شد. امیر خندید و گفت شاید فقط یک حیوان باشد، اما سارا با لرز گفت نه، این صدا مثل صدای راه رفتن انسانه. صدای ضربه ها کم کم تبدیل به صدای راه رفتن روی چوب های شکسته شد. نازنین که از همه بیشتر ترسیده بود گفت من میرم بالا ببینم چه شده است. اما وقتی از پله ها بالا رفت هیچ چیزی نبود، فقط یک پنجره نیمه باز که از آن باد سرد می آمد. امیر تصمیم گرفت یک چراغ نفتی را روشن کند و خانه را بررسی کند. وقتی به اتاق زیر شیروانی رسید، چیزی که دید باعث شد سر جایش میخکوب شود. یک صندلی تکان میخورد بدون اینکه کسی روی آن نشسته باشد. صدای نفس کشیدنش شدید و سنگین شنیده میشد. یک سایه سریع از گوشه اتاق عبور کرد. سارا جیغ زد و چراغ را روی زمین انداخت. در همان لحظه درهای خانه با شدت بسته شدند و کل خانه در تاریکی فرو رفت. دوستان به سرعت به هم چسبیدند و دنبال در خروجی گشتند. اما هر دری که باز می کردن انگار خانه تغییر می کرد و راهها بسته می شدن. رضا ناگهان اشاره کرد به یک آینه قدیمی. در آینه تصویری از خودشان می دیدن که صورتشون با لکه های خون آمیخته شده بود. سایه ها به آرامی اطرافشان جمع می شدن. کیان از شدت ترس گفت باید یه جوری از اینجا فرار کنیم. اما قبل از اینکه جمله‌اش تمام بشه صدای خنده عجیب و خشدار از بالای سرشون شنیده شد. در آن لحظه امیر یهو چراغ را برداشت و دیواری که قبلا نبود ظاهر شد. روی دیوار نوشته شده بود هر کس وارد شود بخشی از خانه خواهد شد. دوستان وقتی دیوار با نوشته عجیب را دیدن ناگهان احساس کردند که دیگه کنترل چیزی دستشون نیست. نازنین جیغ کشید و گفت ما نمیتونیم از اینجا فرار کنیم. امیر که سعی میکرد شجاع باشه چراغ نفتی رو به سمت نوشته گرفت. نوشته با آرامی روشن شد و صدای زمزمه های عجیب همه جا پیچید. خانه تنها نیست، شما جزئی از آن شده اید. در همان لحظه تصویر خودشون در آینه شروع به حرکت کرد. نه مثل خودشون، بلکه با چهره‌های وحشتناک و خندان. سارا از شدت ترس روی زمین افتاد و کیان چیزی شبیه صدای فریاد نهایی امیر را شنید. فرار، امکانش نیست، نمیتونیم از اینجا فرار کنیم.
هوا تاریک و سرد بود و خانه هر لحظه حس می شد که بزرگتر و پیچیده تر می شود. راه های خروج ناپدید می شدن و سایه ها اطرافشان جمع می شدن. تنها چیزی که باقی موند زمزمه های عجیب و تیک تیک صداهایی بود که از جایی نامعلوم می آمد. آخرین چیزی که دوستان دیدن نوشته‌ای بود روی دیواری که تازه ظاهر شده بود: هر کس وارد شود بخشی از خانه خواهد شد و هرگز تنها نخواهد شد. از آن شب هیچ کس واقعا نفهمید که چه بر سر آن 5 دوست آمده، اما مردم محلی میگویند که گاهی وقتی شبها از جاده نزدیک آن خانه متروک عبور میکنند، صدای خنده و زمزمه های عجیب هنوز به گوش میرسد.